سلام و درود، وقتتون بخیر. دستکام هستم و در این ویدیو قرار است که یک نمونه از امتحانات هماهنگ درس ریاضی پایه ششم را با هم کار کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون ممنون میشم که این ویدیو را لایک کنید و کانال معلمینو رو هم دنبال کنید. زنگوله رو هم حتما فعال کنید تا فیلم های بعدی را از دست ندید و بتونید داخل قرعه کشی هم شرکت کنید. یادتون باشه کانال معلمینو با هر کار و کردن یه قرعه کشی برگزار میکنه. در ضمن وقتی کانال معلمینو در آپارات به 100 کار رسید ما یک گوشی نوت 12 پرو هم براتون قرعه کشی میکنیم. پس حتما کانال معلمینو را دنبال کنید و این کانال را به دوستانتون معرفی کنید. خب حالا بریم سراغ سوالات. بچه قسمت الف سوالات درست و نادرست هستش. گفته درست یا نادرست بودن جملات زیر را با علامت ضرب در مشخص کنید. الف، عددی که بر 2 و بر 3 بخش پذیر است بر 6 هم بخش پذیر است. بچه این درست یا نادرسته؟ آفرین. بچه عددی که به طور همزمان هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر بچه بر عدد 6 هم بخش پذیره. پس این جمله درست هستش. قسمت به گفته همه اعداد صحیح منفی از 0 کوچکتر نیستند. بچه این درست یا نادرسته؟ آفرین. این جمله نادرسته. بچه همه اعداد صحیح منفی از 0 کوچکترند. قسمت جیم گفته اگر ذیل مکعبی را 2 برابر کنیم حجم آن 4 برابر می شود. بچه این درسته یا نادرسته؟ نادرسته. بچه اگر ذیل یه مکعب را 2 برابر کنیم بچه حجمش 8 برابر می شود. خب قسمت دال گفته دو زاویه که یکی 53 درجه و دیگری 37 درجه باشد متمم نام دارد. بچه درسته؟ آفرین. این جمله بچه کاملا درسته. بچه گفتیم دو زاویه در صورتی متمم همدیگه هستند که مجموعشون بشه 90 درجه. 37 به علاوه 53 بچه میشه 90 درجه. پس این دو تا زاویه با هم متمم هستند. خب حالا بریم سراغ قسمت ب و سوالات جا خالی را با هم حل کنیم. بچه گفته جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید. سوال 1 گفته حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد همواره عددی جا خالی است. بچه حاصل جمع یک عدد زوج با یک عدد فرد همواره چه عددی میشه؟ آفرین، یک عدد فرد میشه. خب سوال 2 گفته مثلث متساوی الساقین مرکز تقارن جا خالی و دارای جا خالی محور تقارن است. بچه شما بگید مثلث متساوی الساقین مرکز تقارن داره یا نداره؟ آفرین. بچه گفتیم مثلث مرکز تقارن نداره. آفرین. و این مثلث متساوی الساقین بچه داره چند تا محور تقارنه؟ آفرین، داره یک محور تقارن هستش. خب سوال 3 گفته اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم جا خالی تغییر نمی کند. بچه وقتی مقسوم و مقسوم علیه را ضرب در یک عدد خاص می کنیم چه چیزی تغییر نمی کرد؟ آفرین، خارج قسمت تغییری نمی کرد. خب سوال 4 گفته مقدار تقریبی 6 و 3/4 با تقریب کمتر از 1/10 بر روش جر کردن مساوی جا خالی هستش. خب اول از همه میایم این عدد مخلوط را به کسر تبدیل میکنیم. میشه چند وزن؟ میگیم آقا 6 ضرب در 4 به علاوه 3 میشه چند؟ میشود 27. خب مخرج هم چمون 4 خودشه. خب حالا اگر بخوایم ببینیم حاصل تقسیم 27 تقسیم بر 4 میشه چند بچه؟ میتونیم این کار انجام بدیم. آقا این کسر را مساوی با کسری مینویسیم که مخرجش 100 باشه. حالا آقا میگیم 4 ضرب در چند شده 100 ضرب در 25 شده. پس صورت هم باید ضرب در 25 بشه. بچه 27 ضرب در 25 میشه چند؟
آفرین، میشه 675. خب حالا اگر بخوایم این عدد را به شکل اعشاری بنویسیم میشود 6 ممیز 75 صدم. خب حالا بچه‌ها باید این عدد را به روش جرد کردن با تقریب کمتر از 1/10 تقریب بزنیم. خب تقریب کمتر از 1/10 یعنی چی؟ یعنی باید بریم سراغ دهم. خب دهم ما اینجا چنده؟ 7 هستش. گفتیم داخل روش جرد کردن بچه‌ها بر رقم سمت راست تقریبمون نگاه میکنیم. اگر 5 به بالا بود یک واحد به این تقریب اضافه میکنیم و رقم های سمت راست را با 0 جایگزین میکنیم. خب الان رقم سمت راستش 5، پس یک واحد به 7 اضافه میکنیم و جواب ما برابر میشه با 6 ممیز 80 صدم. بچه‌ها اگر بنویسید 6 ممیز 80 هم جوابتون درست هستش. خب حالا بریم سراغ قسمت جیم و سوالات 4 گزینه‌ای را با هم حل کنیم. گفته گزینه مناسب را انتخاب کنید. خب سوال 1 پرسیده کسر 5/8 برابر با چند درصد است؟ خب برای اینکه ببینیم کسر 5/8 برابر میشه با چند درصد باید 5 را تقسیم بر 8 کنیم که اگر این تقسیم رو انجام بدیم بچه‌ها جوابش میشه 62 ممیز نیم درصد. خب سوال 2 پرسیده کدام عدد از نصف بزرگتر است؟ بچه‌ها گفته چی؟ گفته نصف. گفته کدوم عدد از نصف بزرگتره؟ بچه‌ها گفتیم نصف یعنی چند؟ آفرین، گفتیم نصف یعنی نیم. ببینید برای اینکه یک عدد از نیم بزرگتر باشه باید رقم‌های سه‌ایش بزرگتر از صفر باشه، یعنی اینکه قسمت اعشاریش بچه‌ها بیشتر از 15 یا همون 50 صدم باشه. خب گزینه الف 9 صدمه، قسمت صحیحش صفره و دهمش هم صفره، پس این عدد کوچکتر از نیمه و جواب ما نیست. اینجا آقا قسمت صحیح صفره، دهمش هم 4، پس جواب ما نیست. اینجا آقا 119 صدم، قسمت صحیح صفره و دهمش هم کمتر از 5، پس این سه تا عدد بچا کوچکتر از نصف هستند و جواب ما هم گزینه 4 هستش. خب سوال 3 گفته کدام یک از شکل‌های زیر تقارن چرخشی ندارد؟ بچه‌ها گفتیم تقارن چرخشی چیه؟ یعنی اینکه اگر یک شکل را حول یک نقطه به اندازه 180 درجه یا کمتر بچرخونیم قرینش روی خودش بیفته. بچه‌ها الان این شکل تقارن چرخشی 180 درجه داره، این شکل هم تقارن چرخشی 180 درجه داره، این شکل هم تقارن چرخشی 90 درجه و 180 درجه داره. پس بچه‌ها جواب ما گزینه جیم هستش و این شکل تقارن چرخشی نداره. خب سوال 4 گفته 3 ممیز 652 هزارم دسیمتر مربع چند سانتی متر مربع می شود؟ ببینید بچه‌ها هر دسیمتر مربع میشه چند سانتی متر مربع؟ آفرین، میشه 100 سانتی متر مربع. خب الان ما میخوایم دسیمتر مربع را به سانتی متر مربع تبدیل کنیم، پس میایم این عدد را ضرب در 100 میکنیم که اگر 3 ممیز 652 هزارم را ضرب در 100 کنیم به جواب 365 ممیز 2 دهم سانتی متر مربع میرسیم. خب حالا بریم سراغ قسمت دال و سوالات بلند پاسخ را با هم حل کنیم. بچه‌ها گفته به سوالات زیر پاسخ دهید. سوال 1 بچه‌ها قسمت الف گفته در الگوی عددی مقابل عدد 17 چند است؟ نگاه کنید بچه‌ها این الگو 3 8 13 18 و غیره. اگر دقت کرده باشید بچه‌ها عددهای این الگو دارن 5 واحد 5 واحد زیاد میشن. نگاه کنید 3 به علاوه 5 میشه 8، 8 به علاوه 5 واحد بچه‌ها میشه 13 و 13 رو اگر به علاوه 5 واحد کنید میشود 18. چون این الگوی ما داره 5 واحد زیاد میشه، پس در رابطه این الگو حتما 5 ضرب داره شماره شکل رو داریم. خب اینجا بچه‌ها عدد شماره که ما چنده؟ 3 هستش. خب اینجا اگر 1 بذاریم میشه چند؟ میگیم آقا 5 ضرب در 1 میشه چند؟ میشود 5. خب 5 را باید چه کارش کنیم تا بشه 3؟ آفرین، باید منهای 2 کنیم، پس اینجا یه منهای 2 اضافه میکنیم و رابطه بچه‌ها این الگو به این شکل در میاد. خب حالا گفته عدد 17 چنده؟ یعنی اینجا به جای شماره شکل باید عدد 17 را قرار بدیم. خب حالا میگیم آقا 17 عدد برابر است با
5 ضرب در 17 منهای 2 چه برابر است با 83. یعنی بچه 17 همین عدد این الگو می شود 83. خب قسمت ب گفته الگوی عددی زیر را ادامه دهید. خب منفی 19 منفی 15 منفی 11. بچه عددهای این الگو داره به علاوه 4 میشه. منفی 19 به علاوه 4 می شود منفی 15. منفی 15 هم به علاوه 4 بچه می شود منفی 11. منفی 11 را اگر به علاوه 4 کنید بچه جوابش می شود منفی 7. و منفی 7 را اگر به علاوه 4 کنید بچه جوابش می شود منفی 3. و منفی 3 را اگر به علاوه 4 کنید بچه جوابش می شود مثبت 1. خب حالا بریم سراغ سوال 2 و ببینیم سوال 2 برای ما چی داره. خب قسمت الف گفته این عدد را به حروف بنویسید. خب برای اینکه این عدد را به حروف بنویسیم بچه ابتدا میایم از سمت راست بچه سه رقم جدا میکنیم. خب این میشه چند آقا؟ یگان، دهگان، صدگان. یگان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار، یگان میلیون، دهگان میلیون، صدگان میلیون. پس عددمون میشه چند بچه؟ آفرین، می شود 317 میلیون و 205. خب قسمت ب گفته دهگان میلیون آن کدام رقم است؟ بچه دهگان میلیونش میشه کدوم؟ آفرین، دهگان میلیونش می شود این عدد 1. خب قسمت جیم گفته اگر عدد را در صد ضرب کنیم ارزش مکانی 7 چه تغییری می کند؟ ببینید بچه اگر این عدد را ضرب در عدد 100 کنیم بچه به این شکل در میاد. درسته؟ خب اینجا بچه اگر دقت کرده باشید اینجا عدد 7 یگان میلیون بود ولی اینجا بچه رفته صدگان میلیون شده. یعنی بچه ارزش مکانی آن دو پله افزایش می‌یابد و از یکان میلیون به صدگان میلیون تغییر میکند. خب حالا بریم سراغ سوال 3 و ببینیم سوال 3 چی داره. گفته با استفاده از کارت های 8 1 7 0 3 4 اعداد خواسته شده را بنویسید. خب الف کوچکترین عدد 6 رقمی. بچه‌ها چون گفته عدد 6 رقمی میام یک مستطیل به این شکل رسم میکنیم و اون مستطیل را به 6 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. خب حالا برای اینکه این عدد 6 رقمی کوچکترین عدد باشه بچه‌ها باید عددهای کوچک را از سمت چپ به سمت راست مرتب کنیم. خب بچه‌ها کوچکترین عدد بین اینا چنده؟ 0. بچه‌ها آیا میتونیم 0 را اینجا بذاریم؟ نه، چون 0 سمت چپ عددهای 3 بچه‌ها ارزشی نداره. پس چند را قرار میدیم؟ آفرین 1 را قرار میدیم. پس اینجا آقا میشه 1. خب حالا میتونیم 0 را قرار بدیم؟ بله، چون دیگه اینجا 0 معنی داره. خب حالا 1 را قرار دادیم، 0 هم قرار دادیم. عددهای کوچک را به ترتیب مرتب کنیم. آقا بعد 3 هستش، بعدش میشه 4، بعد از 4 بچه کدوم عدده؟ 7. آفرین. بعد از 7 کدوم عدده؟ آفرین عدد 8 هستش. خب قسمت ب گفته بزرگترین عدد 5 رقمی با یکان هزار 3 چه بر 5 و 2 بخش پذیر باشد. خب چون گفته عدد 5 رقمی باشه بچه‌ها میایم یک مستطیل به این شکل رسم میکنیم و اون مستطیل را به 5 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. خب بچه‌ها گفته یکان هزار 3 باشه. اینجا آقا میگیم یگان، دهگان، صدگان، یکان هزار. پس اینجا بچه‌ها باید عدد 3 باشه. چرا؟ چون خودش گفته یکان هزارش باید 3 باشه. بعد گفته این عدد باید بر 5 و 2 بخش پذیر باشه. بچه‌ها گفتیم اعدادی بر 2 بخش پذیرند چه رقم یکانشان یا 0 یا 2 یا 4 یا 6 یا 8 باشه. و اعدادی هم بر 5 بخش پذیرند بچه‌ها چه رقم یکانشان یا 0 باشه یا 5 باشه. خب بچه‌ها بین این دو ردیف اعداد کدوم عدد مشترکه؟ آفرین عدد 0 مشترکه. یعنی برای اینکه یک عدد به طور همزمان هم بر 2 بخش پذیر باشه و هم بر 5 باید رقم یکانش 0 باشه. پس اینجا 0 قرار میدیم. خب حالا چون گفته بود بزرگترین عدد 5 رقمی بچه‌ها میایم عددهای بزرگ را به ترتیب از چپ به راست داخل این خونه‌های خالی قرار میدیم. خب بزرگترین عدد چنده بچه‌ها؟ 8 هستش. پس اینجا می‌نویسیم 8. بعد از 8 کدوم عدد از بقیه بزرگتر بچه‌ها؟ 7. پس 7 را اینجا قرار میدیم.
بعد از 7 کدوم عدد از بقیه بزرگتره؟ آفرین 4 هستش. پس عدد ما به این شکل در اومد بچه، شده 83740. خب حالا بریم سراغ سوال 4 و ببینیم سوال 4 چه میگه. قسمت الف گفته حاصل را به ساده ترین شکل به دست آورید. نگاه کنید بچه، باز همون تیپ سوال معروف هستش. اینجا آقا یک خط کسری داریم، صورت کسر ما بچه عملیات جمع هستش و مخرج کسر ما هم بچه عملیات ضرب هستش. خب برای اینکه این را حل کنیم اول از همه میایم یک خط کسری رسم میکنیم. خب حالا بریم سراغ صورت. خب حالا اگر بخوایم این عدد را به شکل کسری بنویسیم، 1.5 به شکل کسری میشه چند؟ آفرین میشود 15 دهم. خب بینشون به علاوه بود، به علاوه قرار میدیم. خب حالا باید عدد مخلوط 2 و 14 15 را به عدد کسری تبدیل کنیم. چه کار میکنیم؟ میگیم آقا 2 ضرب در 15 میشه چند؟ میشود 30. 30 به علاوه 4 میشود چند؟ میشود 34. پس این عدد مخلوط به شکل کسری میشود 34 15. خب حالا بریم سراغ مخرج. بچا 14 به شکل کسری میشود چند؟ میشود 4 بر روی 10. بینشون ضربه، پس ضرب قرار میدم. خب عدد بعدم چه خودش به شکل کسره، پس مینویسم 10 24. خب حالا بریم ادامه بدیم، خط کسریمون را رسم میکنیم. خب حالا بریم سراغ صورت. چون جمع کسرها هستش بچا باید مخرجای ما یکسان باشه. خب چون مخرجای یکسان نیست میایم مخرج مشترک میگیریم. بچا بین 10 و 15 چه مخرجی مشترکی میتونیم بگیریم؟ آفرین میایم کوچکترین را میگیریم که 30 هستش. خب حالا میگیم 10 ضرب در چند شده؟ شده 30 ضرب در 3 شده. پس 15 را هم باید ضرب در 3 کنیم. 3 15 تا بچا میشه چند تا؟ میشود 45 تا. و 15 ضرب در چند شده بچا؟ چه شده؟ 30. آفرین ضرب در 2 شده. پس 34 هم باید ضرب در 2 بشه که میشود 68. خب حالا بریم سراغ مخرج. چون ضرب کسرها هستش میایم صورت را در صورت ضرب میکنیم و مخرج را در مخرج. خب 4 ضرب در 10 میشود 40 و 10 هم ضرب در 24 میشود 240. خب اگر بخوایم ادامه بدیم اول از همه خط کسریمون را رسم میکنیم. خب حالا صورتمون دیگه مخرج‌ها مساوی هستن، پس میایم یکی از مخرج‌ها را مینویسیم و صورت‌ها را با هم جمع میکنید. 45 به علاوه 68 میشود چند بچه‌ها؟ آفرین میشود 113. خب مخرجمون هم که 40 بر روی 240 بود. خب حالا اگر بخوایم جواب این را به دست بیاریم میایم دور در دور ضرب میکنیم برای صورت و نزدیک در نزدیک ضرب میکنیم برای مخرج. صورت میشود 240 ضرب در 113 و مخرج هم میشود 40 ضرب در 30. خب میتونیم ساده کنیم. آقا 30 به 30 میشه 1 مرتبه، 40 به 30 میشود 8 مرتبه. باز میتونیم ساده کنیم. بله 8 و 40 را میگیم آقا 8 به 8 میشه 1 مرتبه، 40 به 8 میشود 5 مرتبه. پس بچا ساده ترین شکل این عبارت 113 پنجم هستش. خب قسمت ب گفته با توجه به ترتیب انجام عملیات حاصل را به دست آورید. نگاه کنید بچا، اینجا ما پرانتز داریم، ضرب داریم، به علاوه داریم، منها داریم. گفتیم بچا ترتیب عملیات ریاضی چی هستش؟ اول پرانتز، بعد ضرب و تقسیم، بعدم جمع و تفریق. خب چون اینجا پرانتز داریم باید ابتدا داخل پرانتز را حل کنیم. خب داخل پرانتز چی داریم بچا؟ به علاوه داریم، ضرب داریم و تفریق داریم. پس میایم چه کار میکنیم؟ میایم اول از همه ضرب را انجام میدیم. بچا 3 ضرب در 6 میشود چند؟ میشود 1 و 8. خب چون اینو حساب کردم آقا خطش میزنم. خب حالا میتونیم این 1 و 8 را با 5 جمع کنیم. آقا میگیم 1 و 8 به علاوه 5 میشود چند؟ آفرین میشود 6 و 8. خب حالا میتونیم آقا این 6 و 8 را منهای این 2 و 8 کنیم. بچا 6 و 8 منهای 2 و 8 میشود چند؟ میشود 4. خب الان این عبارت به این شکل در میاد. آقا 2 و 2 به علاوه 4. بچا 2 و 2 به علاوه 4 میشود چند؟ میشود 6 و 2. خب حالا بریم سراغ سوال 5 و ببینیم سوال 5 برای ما چی داره. بچا گفته علی با نصف پولش دفتر و با 1/2 باقی مانده پول خود کتاب خرید.
اگر برای او 6000 تومان باقی مانده باشد کل پول علی چقدر است؟ می توانید از راهبرد رسم شکل استفاده کنید. بچه گفتیم برای حل چنین مسائلی با استفاده از راهبرد رسم شکل بچه بهترین شکل مستطیل هستش. پس من میام اینجا یک مستطیل رسم میکنم. خب حالا بچه خودش گفته بود با نصف پولش دفتر خرید، پس میام این مستطیل را با دو قسمت مساوی تقسیم میکنم. گفته بود آقا نصفش رو دفتر خرید، پس مثلا این نصف کامل می نویسم دفتر. بچه الان کل پول علی این باشه نصفش رو داده دفتر. بعد گفته بود بچه با 1/2 باقی مانده خود کتاب خرید، یعنی باید این قسمت باقی مانده را به دو قسمت تبدیل کنیم. خب گفته بود با 1/2 کتاب خرید، خب 1/2 یعنی یک قسمت از این دو قسمت، مثلا میگیم آقا با این 1/2 کتاب خرید. خب بعد گفته بود چه مقدار براش باقی مونده؟ 6000 تومان. خب اینجا براش باقی مونده بود، باقی ماندهش میشه چند بچه؟ باقی ماندهش میشود 6000 تومان. خب اگر بخوام اینو حل کنیم بچه میام این خطا را به صورت خطین ادامه میدیم. خب بچه الان کل مستطیلمون شده چند قسمت؟ شده 4 قسمت. 1 2 3 4. هر قسمتش بچه میشه چند هزار تومان؟ آفرین میشود 6000 تومان. پس کل پول علی بچه برابر است با 4 ضرب داره 6000 تومان چی میشود؟ 24000 تومان. خب حالا بریم سراغ سوال 6 و ببینیم سوال 6 چه میگی. گفته اندازه زاویه خواسته شده را به دست آورید. نگاه کنید از ما میخواد این زاویه را به دست آوریم. ببینید این قسمت شکل بچه یک مثلث هستش، درسته؟ خب گفتیم مثلث 3 تا زاویه داخلی داره، 1 2 3. خب این زاویه 40 درجه هستش، این زاویه اینجا هم چه علامت 90 درجه داره، پس اینجا میشه 90 درجه. خب حالا اگر بخوایم این زاویه را به دست بیاریم اول از همه میایم مجموع این دو تا زاویه را حساب میکنیم. خب 90 به علاوه 40 میشود چند؟ بچا میشود 130، یعنی مجموع این دو تا زاویه میشود 130. خب حالا برای اینکه بخوایم این زاویه را به دست بیاریم میایم آقا 180 را منهای 130 میکنیم که برابر است با 50 درجه. بچا چرا اینجا 180 را منهای 130 کردم؟ آفرین، چون مجموع زاویه های داخلی یک مثلث بچا می شود 180 درجه. خب حالا اینجا نگاه کنید بچا این زاویه 50 درجه با این زاویه متقابل برعکس هستند، درسته؟ خب گفتیم زاویه های متقابل برعکس با هم برابر هستند. خب چون اینجا 50 هستش اینجا هم میشه 50، درسته؟ خب بچا نگاه کنید باز اینجا یک مثلث داریم، درسته؟ خب دو تا از زاویه ها را داریم، بیاید مجموع این دو تا زاویه را حساب کنیم. میگیم آقا 50 به علاوه 30 میشود چند درجه؟ میشود 80 درجه. خب حالا اگر بخوایم این زاویه را به دست بیاریم میام 180 درجه را منهای این 80 درجه میکنم که جوابش برابر است با 100 درجه، یعنی بچا این زاویه هم میشود 100 درجه. خب سوال 7 گفته نسبت متمم زاویه‌ای به مکمل آن 4/13 است. این زاویه چند درجه است؟ بچه چون گفته متمم یک زاویه و مکمل اون زاویه باید ببینیم چه رابطه بین متمم یک زاویه و مکمل اون زاویه هستش. بچه بین متمم یک زاویه و مکمل اون زاویه چه رابطه وجود داشت؟ آفرین، بچه گفتیم اختلاف دو زاویه متمم و مکمل یک زاویه بچه برابر است با 90 درجه، یعنی اگر مکمل یک زاویه را منهای متمم اون زاویه کنیم بچه جوابش می شود 90 درجه. خب گفته بود نسبت، پس میایم از جدول تناسب استفاده میکنیم، یه چنین جدولی رسم میکنیم. اینجا را آقا مینویسیم متمم، اینجا را مینویسیم مکمل، اینجا را آقا مینویسیم چی؟ اختلافشون. خب نسبتشون چند بود بچا؟ 4/13 بود، پس مینویسیم 4 بر روی 13. بچا نگاه کنید همیشه اون عدد بزرگتر باید جلوی مکمل باشه. خب اختلاف 4 و 13 چند هستش بچا؟ 9 هستش. خب گفتیم اختلاف زاویه مکمل و متمم میشه چند درجه بچا؟ میشود 90 درجه، پس اینجا می نویسیم 90. حالا میگیم آقا 9 ضرب داره چند شده تا شده 90؟ آفرین، ضرب داره 10 شده، پس میایم این دوتا عدد را هم ضرب داره 10 میکنیم. 4 ضرب داره 10 میشود 40 و 13 هم ضرب داره 10 میشود 130. بچه یعنی یک زاویه داریم که متمم اون زاویه 40 درجه هستش و مکمل اون زاویه هم 50 درجه هستش. اگر بخوایم اون زاویه را به دست بیاریم بچه هم میتونیم از طریق این زاویه متمم به دستش بریم و هم میتونیم از طریق زاویه مکمل به دستش بریم. خب میایم از طریق زاویه مکمل به دستش میاریم.
خب بچا گفتیم دو زاویه در چه صورتی مکمل هم هستند؟ آفرین، گفتیم در صورتی مکمل هم هستند که مجموعشون میشه 180 درجه. پس اگر بخوام اون زاویه را به دست بیاریم میایم 180 درجه را میرای 130 درجه میکنیم که برابر است با 50 درجه. یعنی زاویه‌ای که از ما خواسته بود بچا زاویه 50 درجه هستش. خب سوال 8 گفته آهنگری میخواهد 68.3 متر تیراهن را به قطعه های 8 متری تقسیم کند. چند قطعه درست می شود؟ باقی مانده واقعی را مشخص کنید. ببینید بچه ها خودش اینجا نوشته تقسیم می کند. پس راه حل این سال بچه ها تقسیم هستش. میم آقا 68.3 را تقسیم بر 8 می کنیم. چون هم مقسوم و هم مقسوم علیه ما اعشاری هستند پس باید هم مقسوم و هم مقسوم علیه را ضرب در یک عدد خاص کنیم تا از حالت اعشاری خارج بشن. آقا به مقسوممون نگاه میکنیم. مقسوم ما چنده بچه؟ 8 دهمه. چون دهم هستش بچه میم هر دو عدد را ضرب در 10 میکنیم. آقا مقسوم ضرب در 10 میشود 683 و مقسوم علیه هم ضرب در 10 کنید بچه میشود 8. خب حالا باید این تقسیم رو حل کنیم. میگیم آقا در 68 تا چند تا 8 تایی داریم؟ 8 تا. 8 را ضرب در 8 کنید جواب میشه 64. چون تقسیم از منها میکنیم و باقی مانده میشود 4. رقم بعدی که 3 است را پایین میاریم میشود 43. حالا میگیم در 43 تا چند تا 8 تایی داریم بچا؟ 5 تا. 5 را ضرب در 8 کنیم میشود 40. چون تقسیم از منها میکنیم و باقی مانده میشود 3. گفتیم وقتی مقسوم و مقسوم علیه ضرب در یک عدد خاص میشوند بچا خارج قسمت ها تغییری نمیکنه. پس خارج قسمت این تقسیم هم همون 85 هستش. خب بچا باقی ماندهش میشه چی؟ آفرین، گفتیم وقتی مقسوم و مقسوم علیه ضرب در یک عدد خاص میشوند بچا باقی ماندهش هم ضرب در همون عدد میشه. خب حالا اگر بخوایم باقی مانده این را به دست بیاریم میایم برعکس این فلش کار میکنیم. اینجا ضرب در 10 شده بود، برعکسش میشود تقسیم بر 10. خب 3 تقسیم بر 10 میشود چند؟ میشود 3 دهم. بچا یعنی تعداد قطعه های درست شده 85 قطعه بود و باقی مانده واقعی هم چقدر بود بچا؟ 3 دهم متر بود. خب حالا بریم سراغ سوال 9 و ببینیم سوال 9 برای ما چی داره. بچا گفته فروشنده ای کالای را 36,000 تومان خریده و میخواهد آن را با 9% سود بفروشد. این فروشنده باید کالا را به چه قیمتی بفروشد؟ ببینید بچا گفتم آقا هر وقت سوال درباره سود و تخفیف کردن میان یک جدول تناسب به این شکل رسم میکنید. نگاه کنید بچا اینجا را می نویسید آقا قیمت خرید، اینجا چون صحبت از سوده ردیف وسطی را میذارید سود و اینجا را هم می نویسید آقا قیمت فروش. اینجا بالا گفتم می نویسید درصد، اینجا هم می نویسید مبلغ. بچا عددی که میشه اینجا می نویسید درصد اولی همیشه 100 هستش. خب گفته با چند درصد سود؟ بچا گفته 9%. پس جلوی سود هم می نویسیم 9. خب چون سود میکنه بچا باید به علاوه کنیم. آقا 100 به علاوه 9 میشود چند؟ میشود 109. خب قیمت خرید چقدر بود بچا؟ گفته قیمت خرید 36,000 تومانه. پس اینجا جلوی قیمت خرید بنویسیم 36,000 تومان. خب حالا اگر این دو تا صفر 100 را با دو تا از صفرهای 36,000 خط بزنیم این میشود 1 و این هم میشود 360. خب حالا میگیم 1 ضرب در چند شده تا شده 360؟ آفرین، ضرب در 360 شده. پس باید این دو تا عدد را هم ضرب در 360 کنیم که سودمون می شود 3240 و قیمت فروشمون هم بچه می شود 39240. پس این کالا رو به چه قیمتی می فروشه بچه؟ آفرین، به قیمت 39240 تومان. خب سوال در گفته جدول را کامل کنید. بچه بازم همون سوال معروف هستش. اینجا عدد ما هستش، اینجا تقریب ما را مشخص کرده، اینجا باید با روش قطع کردن تقریب بزنیم و اینجا هم باید با روش جر کردن تقریب بزنیم. خب بچه بریم سراغ عدد اول. بچه گفته تقریب ما چنده؟ کمتر از 100. چون گفته کمتر از 100 یعنی باید بریم سراغ صدگان. آقا این که دهمه، یگان، دهگان، صدگان. پس صدگان ما چنده؟ 3 هستش. خب بچه گفتیم داخل روش قطع کردن تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که رقم های سمت راست تقریبمون را با 0 جایگزین کنیم. یعنی به جای این رقم ها بچه باید 0 قرار بدیم و عددمون می شود 5300. بچه اینجا به جای 8 0 میذاریم.
ولی چون صفر سمت راست اعشار ارزش عددی نداره پاک میکنیم. خب برای تقریب زدن به روش جر چرم بچه‌ها گفتیم به رقم سمت راست نگاه میکنیم. خب رقم سمت راست تقریب اون چنده بچه‌ها؟ 9 هستش. گفتیم اگر رقم سمت راست 5 به بالا بود یک واحد به این رقم تقریب اضافه میکنیم و رقم های سمت راست را با صفر جایگزین میکنیم. خب اینجا رقم تقریب ما 9 هستش، پس میایم یک واحد به این 3 اضافه میکنیم و رقم های سمت راست را با صفر جایگزین میکنیم و عددمون میشود 5400. خب بچه اینجا گفته این عدد را با تقریب کمتر از 1/10 تقریب بزنید. خب چون گفته تقریب کمتر از 1/10 میریم سراغ دهم. دهم ما چنده بچه؟ 3 هستش. نگاه کنید بچه این میشه یگان، دهم، صدم، هزارم. پس دهم ما 3 هستش. بچه داخل روش قطع کردم گفتم فقط رقم های سمت راست تقریبمون را با صفر جایگزین میکنیم و عددمون میشود 2/300,000. اگر بنویسید 2 و 3 هم درسته. خب گفتیم برای تقریب زدن برای روش جر کردن میایم به رقم سمت راست نگاه میکنیم. اگر 5 به بالا بود یک واحد به این رقم تقریبمون اضافه میکنیم و اگر کمتر از 5 بود تنها کاری که انجام میدیم بچا اینه که رقم های سمت راست تقریب را با صفر جایگزین میکنیم و عددمون میشود 2/300,000 که اگر بنویسید 2 و 3 هم درسته. خب حالا بریم سراغ سال 11 و ببینیم سال 11 برای ما چی داریم. گفته بخشی از گسترده مکعب مستطیلی به ارتفاع 2 متر کشیده شده است. گسترده را کامل کنید و در ادامه هم گفته حجم مکعب مستطیل را به دست آورید. ببینید بچه‌ها گفتیم مکعب مستطیل از 6 تا مستطیل تشکیل شده که 2 به 2 با هم برابرن. خب اینجا گفته بود ارتفاع مکعب مستطیل 2 هستش. پس میام آقا کنار این مستطیل بزرگ 2 تا مستطیل یکی سمت راست و یکی هم سمت چپ رسم میکنیم. خب اندازه‌شون بچا طولشون 3 باشه و عرضشون هم 2 باشه، یعنی به این شکل. نگاه کنید بچا 3 را خودش داریم، عرضشون باید به اندازه این باشه. خب حالا میایم سمت راست یکی از این مستطیل های کوچک بچا یک مستطیل هم اندازه این مستطیل اولی رسم میکنیم، یعنی یک مستطیل 8x3. آقا طولش 8 عرضش هم 3 هستش. خب حالا باید 2 تا مستطیل دیگه رسم میکنیم که اندازهشون با هم برابر باشه. مثلا میایم این 2 تا مستطیل را هم روی همین مستطیل اولیه رسم میکنیم. طولشون چه همین 8 هستش ولی عرضشون باید 2 باشه و به این شکل در میاد. خب در ادامه گفته بود حجم مکعب را به دست بیارید. خب بچا حجم مکعب مستطیل میشه چی؟ آفرین، میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. خب طول این مکعب 8، عرض 3 و ارتفاعش هم 2 است که اگر این اعداد را ضرب کنیم بچا حجم مکعب مستطیل به دست میاد 48 متر مکعب. خب حالا بریم سراغ سال 12. بچا گفته مساحت شکل روبرو را حساب کنید. ببینید بچا این شکل 3/4 یک دایره هستش. نگاه کنید بچا اگر ما یک دایره به این شکل داشته باشیم و این دایره را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم به این شکل در میاد. حالا اگر 1/4 این دایره را پاک کنم بچا به این شکل در میاد. نگاه کنید الان من میخوام 1/4 این دایره را پاک کنم. ببینید بچا به این شکل در میاد. نگاه کنید بچا دایره ما اول چند قسمته؟ 4 قسمت. 1 2 3 4. الان بچه ها من یک قسمتش رو پاک میکنم و چند قسمت دیگه باقی میمونه بچه ها؟ 3 قسمت هست 4 قسمت. پس مساحت این شکل بچه ها برابر است با مساحت یک دایره کامل ضرب در 3/4. بچه ها چرا ضرب در 3/4 کردیم؟ چون این شکل بچه ها 3/4 یک دایره کامل هستش. خب حالا بریم مساحت دایره رو به دست بیاریم. بچه ها مساحت دایره فرمولش میشه چی؟ آفرین، می شود شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. خب شعاع الان چند هستش؟ شعاعمون 10 میلی متره. پس میگیم آقا مساحت دایره می شود 10 ضرب در 10 ضرب در 3.14 چه برابر است با 314. بچه واحد چی میشه؟ آفرین، چون شعاع ما بر حسب میلی متره مساحت ما واحدش میشه میلی متر مربع. خب این مساحت دایره بود. بریم مساحت شکل را به دست بیاریم. گفتیم مساحت شکل برابر است با مساحت دایره ضرب در 3/4 که اگر یک مخرج 1 به این 314 بدید و این ضربا را انجام بدید بچا جواب نهایی ما می شود 235.5 میلی متر مربع. خب حالا بریم سراغ سال 13.
بچه قسمت الف گفته مختصات رأسهای خواسته شده را بنویسید. ببینید بچه ما اینجا یک صفحه مختصات داریم. چون شماره گذاری نشده اول از همه میام این صفحه مختصات را شماره گذاری میکنیم که به این شکل در میاد. خب از ما خواسته چه مختصات این نقاط را بنویسیم. بچه نقطه آ، بچه نقطه آ اینجا هستش. روی محور طولا می شود 2 و روی محور عرضا می شود 7. پس مختصاتش می شود 2 و 7. بچه عدد بالایی مربوط به محور طولا هستش و عدد پایین هم بچه مربوط به محور عرضا هستش. خب مختصات نقطه ب، نقطه ب کجاست؟ اینجا هستش. روی محور طولا می شود 5 و روی محور عرضا می شود 5. پس مختصاتش می شود 5 و 5. نقطه دالم اینجا هستش بچه. روی محور طولا می شود 10 و روی محور عرضا می شود 2. پس مختصاتش می شود 10 و 2. نقطه میمم که اینجا هستش. روی محور طولا و عرضا بچه می شود 2. پس مختصاتش می شود 2 و 2. خب قسمت ب گفته مساحت شکل را پیدا کنید. ببینید بچه این شکل شبیه اون شکل‌های معروفی که شما میشناسید نیست، ولی بچه اگر این نقطه را بیاید به اینجا وصل کنید میبینید که آقا دو تا مستطیل دارید. یک مستطیل بزرگ اینجا و یک مستطیل کوچک هم اینجا هستش. خب الان عرض این مستطیل بچه 3 هستش و طولش هم 8 هستش. خب مساحتش میشود چند؟ میگیم آقا 8 ضرب در 3 برابر است با 24. خب حالا بریم مساحت این مستطیل کوچک رو هم به دست بیاریم. بچه طولش 3 هستش و عرضش هم 2 هستش. خب 3 ضرب در 2 میشود چند؟ میشود 6. خب بچه مساحت این مستطیل کوچک 6 بود. مساحت این مستطیل بزرگ هم 24 بود. پس مساحت کل شکل برابر است با 24 به علاوه 6. برابر میشه با چند بچه؟ برابر است با 30. خب امیدوارم که با استفاده از این آموزش بتونید داخل امتحانتونم خیلی خوب بگیرید. آموزش امروزمون هم به پایان رسید. آخیش بالاخره بخوام. امیدوارم مورد پسندتون بوده باشه. ممنونم که این ویدیو رو لایک کردید و کانال معلمین رو هم دنبال کردید. اگر به کاربرجا و آزمون‌های بیشتری نیاز دارید حتما به کانال معلمین و داخل پیام رسان‌های ایتا، روبیکا، تلگرام، شاد و غیره سر بزنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.